به عنوان نصیحت، گرچه میدانم اثر ندارد، اذهبا الی فرعون انه طغی، از همین باب میخوام یه نصیحتی داشته باشم به رئیس جمهور تازه به دوران رسیده امریکا. به عنوان نصیحت، گرچه میدانم اثر ندارد، میخواهم یک نصیحتی داشته باشم به رئیس جمهور تازه به دوران رسیده آمریکا. به او بگویم اولا انتخابات شما به ما ربطی ندارد و ما هم قصد هیچ دخالتی در امور کشورها را نداریم. این واقعیت رو کشورهای لبنان، عراق، سوریه، یمن، سومالی و قس علی هذا تایید میکنند. اما هشدار میدم اگر بخواید با دم مقام عظما بازی کنید، من رو هم باید بازی بدید. یعنی من هم باید بازی بکنم. شما با دمش بازی کنید، من با سمش. نکته دوم، این پازلی است که تشکیل شده با ریاست جمهوری تازه به دوران رسیده و بعد هم کنگره و سنا و قس علی ذالک. یک آقای جلیلی رو کم داره این پازل که در انتخابات ما بهش رأی میدیم که فاتحه لغو تحریم ها و خود مقام عظما رو بخونه، بمیریم راحت شیم، این روزها رو نبینیم. پیشینیان شما چند ویژگی داشتند. برای ما کلت و کیک می آوردند، برجام امضا می کردیم، در شهر مقدس ژنو قدم می زدیم. خب شما هم یک لبخندی، یک تکزنگی، یک چشمکی، چه خبره کت خدا. این روزها میشنویم که آقای روحانی میگوید انتخابات آمریکا در سیاست‌های ما تأثیر نداره. به واضح ترین شکل من اینجا میگم بیشیم بینیم با چی گفتم؟ گفتم بیشیم بینیم با به همین صراحت. مگه انتخاب تو تأثیری در سیاست‌های ما داشت؟ دوغ تو بنوش شما. به همین وضوح که عرض کردم. مقام معظم رهبری 100 بار گلوی مبارکشون رو جر فرمودن که آقا فتنه تمام نشده، هر چی رو ربط میدن به فتنه. در انتخابات اخیر آمریکا هم بنده رد پای فتنه رو میبینم. اونهایی که شعار میدادن هم پول داره هم بوره حتما رئیس جمهوره، قطعا به دنبال ناامن کردن فضای انتخابات بودند. معمولا بعد از انتخاب هر رئیس جمهور همه امیدوارند که به وعده هایی که داده عمل کنه. اما در مورد رئیس جمهور تازه به دوران رسیده ما آرزو میکنیم که کاش هرگز به وعده هاش عمل نکنه، وگرنه در این رابطه همه رئیس جمهورای نظام مقدس جمهوری اسلامی الگوی خوبی هستند. پیش از ایراد این خطبه ها خدمت آقای جنتی رسیدم، کرم درونم عمل کرده. از ایشون پرسیدم که شما اطلاع دارید که رئیس جمهور آمریکا کی شده؟ ایشون هم پاسخ دادن آقای دونالد ترامپ. با تشکر از ایشون که اسباب خنده ما رو فراهم کردن. اگر اشتباه نکنم با احتساب ترامپ ایشون با 17 رئیس جمهور آمریکا هم دوره بودند. این خطبه رو با یک بیت شعر به پایان میبرم در مورد اوضاع داخلی و منطقه‌ای.
یکی توی یمن حوسی پسنده، یکی هم موشک روسی پسنده. ما از بشار اسد، عظما و پوتین پسندم آنچه را توسی پسنده. استاد سعید توسی. بله. و سلام علیکم و العافیت باشه آقا جون. قربانشون. بفرمایید.